با ما به اقلیم هنر و ادبیات سفر کنید. سازمان تلویزیونی سوره. شما میخواید راجع به یک قطعی صحبت کنید که اسمش نینواست و حالا آقای مرادخواری گفت این نینوا رو باید حسین مینوشت، حسین علیزاده. این اثر به هیچ عنوان تاریخ مصرف نداره، همیشه نوعه، همیشه تازه است، همیشه حس داره، همیشه موجد حاله. زمان وقتی در یک اثری برای یک اثری گذر کردن اون اثر ماندگار شد، شک نکنید که اون اثر خوبی بوده که ماندگار شده. غیر از این اثر من حقیقتش کار دیگه‌ای که تا این اندازه جذابیت پیدا کرده باشه نمیشناسم. کاری که خب توی این سالها بیشتر از همه این رنگ و بو رو گرفته همون کار نینوای استاد علیزاده است. که این دیگه اصلا به عنوان یک اثر سمبولیک در اومده دیگه، به عنوان موسیقی مذهبی ما که در مراسم عزاداری یا مواقعی که به هر حال عزای عمومی هست این موسیقی هم همه جا جاری است میشناسیم. غیر از این اثر من حقیقتش کار دیگه‌ای که تا این اندازه جذابیت پیدا کرده باشه نمیشناسم. اون کار من فکر کنم شاخص‌ترین اثری است که تا به حال داشتیم. نینوای آقای علیزاده که اصلا یک جایگاه ویژه‌ای داره، به نظر من یکی از آثار بی‌کلامی است که روی قله است و تاریخ مصرف نداره. این اثر به هیچ عنوان تاریخ مصرف نداره، همیشه نوعه، همیشه تازه است، همیشه حس داره، همیشه موجد حاله. همه کارهای ایشون با خلاقیت، با نوآوری، با تازگی و تراوت همراهه. اما آلبوم نینوا در این میان تو این حوزه یک جایگاه ویژه داره. در سال 59 جنگ تحمیلی شروع میشه و ما 8 سال در دفاع مقدس به سر میبریم. ما فرصتی برای خلق موسیقی مذهبی غیر از موسیقی مذهبی جنگ نداشتیم به اون معنایی که باشه، یعنی در همون حدی که در شهرها و روستا بوده. ما معتقدیم که اثر هنری زمانی میتواند وجوه خودش رو کاملا نشان بده که زمان بر اون بگذره. زمان وقتی در یک اثری برای یک اثری گذر کردن اون اثر ماندگار شد، شک نکنید که اون اثر خوبی بوده که ماندگار شده. این اثر جز اون آثاری بوده که نشان داد که گذر زمان هم بر اون نتونسته تأثیری بذاره. من فکر می‌کنم یکی از رموز موفقیت این اثر وفاداری به ملودی‌های اصیل و سنتی را بود. ریشه ها از سنای در واقع بچگی در من نقش بسته و اگر من نقاش بودم حتما بازم این تاثیر رو داشت اگر سینماگر بودم. میدونید در محله سید نصرالدین خیابان خیام متولد شدم و تمام دوران تحصیلم رو
دبستان رو در بازار تهران، دبستان حافظ میرفتم. ما بچه‌های کوچیک اون موقع تنها موقعی که موجه بود که خیلی زود خونه نریم یا حتی تا نصف شب بیرون از خونه باشیم در ماه محرم بود. خیلی جالبه که تمام دسته‌هام با موزیک همراه بود، یعنی موسیقی خاص، موسیقی مذهبی و سازهای خاص و یکی از به اصطلاح دل مشغولی ما بچه‌ها بود. خیلی موقع خودمون هم شرکت می‌کردیم، یعنی فرصتی دسته‌ها بخش‌های مختلف داشت که بخش آخرش یادم همیشه بچه‌های کوچیک با بیرق‌های کوچیک تهیه دسته بودن که ما همیشه جزء اونا بودیم. مادرم رو به طور جاودانه همیشه دوست خواهم داشت. مادر من که با تمام اعتقاداتی که داشت، وقتی که موسیقی خوب رو مغایر با اعتقادات خودش نمیدید، باعث شد که پسرش بره موسیقی بخونه و یه روزی پسرش بیاد نینوا رو بنویسه. شما می‌خواید راجع به یه قطعی صحبت کنید که اسمش نینواست و قول آقای مرادخانی میگفت این نینوا رو باید حسین می‌نوشت، حسین علیزاده. اولین اثری که ارتباط مستقیم داشت با این مسئله که ساختن به اسم حصار، قطعه‌ای بود در سال 56 از رادیو حتی پخش شد که برای زندانیان سیاسی اون موقع ساخته شد. موضوع حصار محور یک نوحه خوان میچرخه که این نوحه خوان یه موقعی خواننده است که آواز میخونه، یه موقعی است که ساز داره جای نوحه خوان. اگر شما قطعه حصار رو گوش کنید یا به یاد بیارید، قسمت دوم که عملاً همون المانایی که در مثلا دسته هست در حصار اجرا میشه که با سنج سینه زنی هست و نوحه خون، یعنی خواننده تکخوان میخونه و گروه همراهی میکنه. وقتی در سن 25 سالگی میخوام قطعه حصار رو بسازم، خودم رو به عنوان یک شنونده یا تماشاچی این دسته میبینم که این دسته باید از جلوی من رد بشه. و قطعه حصار وقتی که آخر قطعه وقتی تموم میشه، حالت کات شدن و قطع شدن نداره، حالت دور شدن داره و این نشون میده که شما ناظرید و این داره رد میشه، این موضوعی که دارید دنبال میکنید. باز شما نگاه میکنید که نینوا یک قطعه است برای نی و ارکستر. نی باز یک راویه، یعنی نی که حکایت میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند و اصلا این شعر مولانا باعث شد که من این قطعه رو بسازم. نگاه بکنید سواران دشت امید، یعنی امیدی تو جامعه است. بعد حصار، یعنی وقوع، درست این پرده خانی ها حصار. شاخته حصار رو بذارید باهاش میتونید پرده خانی کنید. و بعد نینواست، انقلاب شده، بعد حالا تو انقلاب که این همه شهید داشتیم، بعد جنگ شده، اصلا اینا همه تو امان. حالا چیه؟ همچنان که امید وجود داره، همچنان که باید زندگی جریان داشته باشه، غم و اندوه هم زیاده. میدونی؟ با نینوا من همدرد جامعه شدم. فخرالدین یه سوال خیلی قشنگی از من کرد، گفت که چه رنگیه؟ گفتم که افق دیدی شما که رنگ قرمز توشه، ولی یه کمی سیاهیش بهش قاله. نوشتن این قطعه که من یهو دیدم کاغذی جلومو دارم می‌نویسم، تا بخواد ضبط بشه شد 6 ماه، ولی من 2-3 ماه در ضمن روش کار میکردم. یعنی من داشتم قطعات و کارهای دیگه میکردم. هر وقت که میخواستم بشینم انگار که خودم با خودم در دل کنم، این مثل نیایش بود برای من نوشتن قطعه نینوا. و وقتی که میشستم خیلی کم پیش اومد که من پاک کنم. امام وقتی بهش فکر میکنی سمبل مقاومت، سمبل عشق. و جالب اینجاست که وقتی که آقای مرادخانی میگفت که تو نینوا ساختی و حسین هستی که نینوا ساختی، من خودم روز عاشورا اصلا به دنیا آمدم. روز عاشورا آمدم و مادرم برای همین اسم من حسین داشت و من واقعا این اسم دوست دارم. تمهل يا حسين فألف شمس تناديك
ابدا